دوستان گرامی، در میان روزهای سال روزهای با فضیلتی هست که میباید مؤمن از شرف آن آگاه شده با انجام هر گونه طاعت از آن بهره‌مند گردد. از جمله چنین روزهای بزرگ روز 10 ماه محرم است که روز عاشورا نام برده می شود. آنگونه که در احادیث صحیح آمده است، قبل از فرض شدن روزه ماه رمضان در مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را روزه می داشتند و یارانشان را نیز امر می نمودند تا روزه دارند. اما وقت روزه ماه رمضان فرض شد، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی خواهد این روز را روزه دارد و هر که نخواهد ندارد. روایت امام بخاری و مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این روز توجه خاص داشتند. در صحیحین آمده است که شخص از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه درباره روز عاشورا پرسان شد. ایشان فرمودند: فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را انتظار شده آن را از میان روزها جویا شده روزه می داشتند. روایت بخاری و مسلم. اینچنین روزه عاشورا کفاره گناه یک سال است. ابو قتاده رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله. اخرجه مسلم و ابو داود و الترمذی. امید دارم که هر مؤمن روز عاشورا را روزه دارد، خداوند گناه یک سال گذشته اش را مغفرت نماید. روایت امام مسلم، ابو داود و ترمذی. اینچنین روز عاشورا روز نجات از ظالم است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند: قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. اخرجه البخاری و مسلم. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم هنگام به مدینه آمدند، دیدند که یهودیان روز عاشورا را روزه می دارند. ایشان پرسان شدند که چرا این روز را روزه می دارید؟ گفتند: این روز برای ما روزی نیک است. در این روز خداوند موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را از دشمنشان فرعون نجات بخشیده بود و موسی علیه السلام به خاطر شکر این نعمت این روز را روزه می داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما به گرامیداری این روز از شما دیده سزاوارتریم. ایشان این روز را روزه می داشتند و دیگران را نیز به روزه‌داری امر می نمودند. روایت امام بخاری و مسلم. اما اگر نفری خواهد عاشورا را روزه دارد، بهتر است با روز عاشورا یک روز قبل از آن، روز 9 یعنی 28 آگوست سال 2020 و یا یک روز بعد آن، روز 11 یعنی 30 آگوست سال جاری، و یا بهتر از این یک روز قبل از آن و هم یک روز بعد آن را یعنی 3 روز روزه دارد تا روزه‌اش به عادت یهودیان مانند نگردد. ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع فلم یأت العام المقبل حتی توفى رسول الله صلی الله علیه و سلم. اخرجه مسلم و ابو داود و احمد. اگر تا سال آینده باقی مانم، روز 9 را نیز روزه خواهم داشت. ابن عباس میگویند هنوز سال آیند فرا نرسیده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عالم چشم پوشیدند. روایت امام مسلم، ابو داود و احمد. در روایت امام احمد و ابن خزیمه آمده است: برخلاف عادت یهودیان یک روز قبل
و یا یک روز بعد نیز روزه دارید. با امید قبول روزه های شما دوستان عزیز.